سلام، وقت بخیر. از سوتشوی کندانسور چیلر. اگه این کندانسور ما باشه بخوایم از سوتشویش کنیم برای تمیزی داخلش، میایم یک سیکل بسته با پمپ آب و مخزن USB-C و شیلنگ از شیر تخلیه کندانسور دو طرف شیلنگ میبندیم. داخل مخزن از این برم میاد توی پمپ، از این برم بازم میره داخل کندانسور.